وبرکاته. خوب هستید تنجی کارکتون تنجان نه زخسی بجوره دوستانی عزیزی من. الله برکتون تیا، الله برکتون تیا. چی گپ خبر؟ چی نمیگری؟ چند مینوت گمون در روی اکران دوبار بزنید لایک شو برادرو. چق چق کنیم پلوف خاصی کیم معروف بوی در پلوف خاصی معروف بویم متروب جایی جا پریمورسکی. علیکم السلام و رحمت خدا برادران عزیز در شهر سنت پترزبورگ. الله برکتون تیا، الله برکت. هوا کجا؟ لبا. Beman kadar brigada krut, Kazakhstan Kazakhstan. Onu da yapalım nasıl? Kotamı tuğan. در ترکستان؟ Ne daha kızı. نمیدونم بخت. نمیدونم کدوم. Boş mu tartışıyor? Besin o. Kaç kilo son bir در باقیم نباید باشه. Balkan hepsi. باید نباید. ای پیشم دوره جنگ بود روز نیست شده. اون دوره بین قرقیز و تاجیک بود یا بود یک پرابلموز نیست سر انشالله. الله خیر. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستید؟ میگه در دنیا یکون آدم نمونکی شما را گپ نزده باشه. همه آدما را بگی همجا بدرویان که همه آدمای ما را گاو میزنن همجا بدروی. پاتسانی سیسور پاتسانی اکا ای نوشتن مردم خون پاتسانی حسور یکم بار نوشته. چی نوشتی برادر جون؟ خوب هستید اینجا؟ ای سر نویس پاتسانی حسور. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستید اینجا؟ الله هدایت میکنم. پلوف خاوس دیگه کال پال نیستم، کال تمام دیگه مرا کال نگی با وجونی پرچوسکا. نمره خودم هم 937 733 93 93. اکای بابا جون فراموش نکن تاجیک باید به پرکجو بپرن. بعد اکای بابا جون گفتی ماهین ای معروف یک کارگر برداشت باید دادر اومد بگو که بابا جون در کوبه. سلام علیکم اکبر کلی مردم. علیکم السلام و رحمت. ای بچه یک چی بیار، یک تلفن بیار. علیکم السلام و رحمت. قربان و رحمت الله خرخور. سلام بابا جان. علیکم السلام و رحمت الله. گفتم نیست میگه. آخوز ما در شهر سنت پترزبورگ برادر. الله بای پسن حسور. السلام علیکم سوزی خوبی کارگاه سوزن برادر در کار و بار برکت. سلامت باشی باری. معروف هم تلفن بیار. سلامت باشی محمد یوسف تجی. سلام علیکم برادر. امروز یک نواری بهترین میبره که بچه 9 ساله بچه 9 ساله تاجیکه بچه 9 ساله تاجیکه یعنی که چی میگن کماندوهای بارسلونا دیگه اون نومش فراموش کردم دعوت کردن. گفت یک فخری تاجیک است، یک فخری ملت است که یک گودک میگن بارسلونا بگی بوده ما چیکارش کنیم یعنی تربیتش کنیم. ابو جان سوال جواب چی؟
حتما چی با ما برای اپراتسا دیل رفتم پیشت گفتی نه نشناسمت. آخه اگر که شما را من نشناسم چه خیلی بگم نمیشناسمت مرا همیشه. اگه سلامت باشی پدسن حساب جواب تهرانگی مرک چیا اپراتسیا دیل برادرو من یگون کس ابیاز نیستم با قدر امکان اگر کمک کنم الحمدلله کسی را تونستم میفهمی؟ تمام برادر بله سلامت باشی معروف محمد یوسف میگی بله محمد یوسف حق بتایستم بله من یعنی اینترویوشو گرفتیم در برنامه گپ امروز میبره در کانال من در پیتر میخوام موی سر مونو در پیتر زیندین به حضور زنگ بزنید بگو از نام بابا جان شده باش مرا سکیت کمینه بچه‌ها هم 200 نفر در روی کند بار بزن لایک شوا همین خراب بخیلی نکنی چی با اکا جواب نمیتی مرا نگینا علیه چی جواب نگفتم متاسفانه اوسپه نکردم اخری چی نوشته که من شما را جواب نگفتم یکم بار نوشته که تو گفتی که من تو را نمیشناسم گفتی 2022 آخه برادر تو اگر که مشکلی شما حل نشده باشه بگو برادر خیلی او وقت کار داشتی بیای این کاری من حل کنیم با مصلحت ای پسنی همدیگر چی فایده میگیریم. علیکم سلام از ایسوارا علیکم سلام بچه‌های ایسوارا شلو تقا جان همین افیر قطعه مردم چخچخ گفته هستم راجع بودین امروز برنامه خوب میبره یعنی که ما هر هفته حرکت داریم یک برنامه خوب و برنامه دیگه هم پروفسور را فایرود کردم کلی زیرک سلام ای نامی بچهای چور مغزک علیک سلام در واتساپ هم که می نویسم جواب نمی معروف یا تلفن روی که یا مینوت رنگ مردک جواب تک کو ما حاضی خودم یاردم میکنم قدر امکان دلاور گوش که من حاضی همی چی خوش اومده من حاضی همی یا تلفن تیا مینو زنگ بزنم حاضی همی افیر می پارتم در سیلکه افیر در تلگرام پارتم بدو قطیم گپ زن کو کی چی تو چی گپ کدوم برو در افیرم کدوم برادر میگه که من کارخونه اومدم یاردم نکردی میبره بله من سر میبره من پدر محمد یوسف در خور الله نگهدار سلامت باشی اکای فردوس بسم الله کدام گوشتان ای حسابی مهاجران پول جمع میکنی یک کس یاردم میکنی نه ای حسابی خودش ما فهمیدم برای همین ای حسابی مهاجران هم جمع کردن نه هر کسی کار را به گردن میگیره همتنی پس میسه دست بچه سیم شش هم خیلی سلام به هم مردم علیکم السلام و رحمت الله برادر عزیز موی سر ما پرشاس کن برو ما چیکار فهمی اگر که تو شدی زاده نشد کو با این هوی که دیدن اگر تو شدی زاده نشد او پلاس ماکس ای بالا پایش بوده بگی کلیه پیش بده دام جو چیش بابا جان شواق یک اطلاع موی سر پیرساز که کنن 5 ماه میشم مرا گفتم بدن 50,000 میکرد خانه رفتم اومده میگن 2 اتاپ میشه 120,000 چیکار کنم یک اتاپ در پیش نگاه که برای موی سر چسبوندن یکم دیم اتاپ وابسته چقدر کل هستی برادر
همین شرکتی تورکمنویی که من آغوزمید رکلامش کرده شدم این شرکتی باوری برادر با گارانت شه اکا با پشم چی میچسبونم نگفته ای پس سر میگیرم بابا جان کجای باشی سلامت باشی برادر اسلامی من دو گوش ما همین یک تا دیل سلامت باشی ما آمدم کارخونه حجتو را پیشنهاد کردم 300 کیلومتر آمدم پیشکی تلفن کردم دلوار بدرو همجا صحبت کنیم از برای خدایی کار مردکی نیست حجتو را پیشنهاد کردی شاید کسلی داشتم شاید نتونستم من ابیاز نیستم همه را بکنم به خاطر خدا لاو زده بلوگر دیگه برای بگم بلوگر دیگه کم میکنن نمیکنن خدمت میکنیم در بلاییم دلوار از خدا بترس یاردم نکردم значит امکانیت نبود اگر یاردم بخوای این همجا از دایفیر بدرو بگم تری مشکلی دارم گپ زنیم ای خدا بترسی بگو حقیقتا تری من ایت قرضی دارم سبحان الله بعضیش ول یک پرابلم یاتش حل نشده در دیگرش میفوره ایمن در بکنم و امکانیت نداره تا 100 کیلومتر 500 کیلومتر من ابیاز نیستم نه که به قدر امکان منم از همین پس پیشچو از برادر خواهش میکنم التماس میکنم 100 تایگش اچا معقولت میکنه زن معقولت دختر معقولت میکنه ما میگیم التماس کار یعنی بچه کارشو بچید دیگه نمیشناسن نکردی در بالا سلام علیکم ای نامی بابا شما علیکم سلام تو با تلفن کردی میدونم کی را گپات هست تو با تلفن کردی میدونم کی را گپات هست ای الله هدایتت کنه برای امجد دلوار یا که مردی امجد بدور در افیر چخ کن که بودم کم گفته استن تا باید زفیس کنم الله هدایتشون کنه اکه با وجود نامیرا خیلی بیایم کی دست صحبت کنیم برادر در این افیر بدور صحبت کنیم برادر جانو لیوناردو سلام علیکم جواب میتی با یک سوال جواب میتی گوش دارم سلام علیکم ای شرینار علیکم سلام الحمدلله بابا جان من موی سر چسبانم خیلی خطی خودت علاقه برام در این افیر برو بایدن نبوده است برای همو یاردم نکرده است الله هدایتون کنه بابا جان کی بس میکنی ماشینی را الله لعنت کنه ماشینی که وقت همه چه مهود برآمد کو بله با مهم برآمده است السلام علیکم برات سوزی علیکم سلام برات التماس در این اکران دو بار بزنید شریک خدا بگم تو درست فهم نیست 300 کیلومتر 3000 کیلومتر اومده باشی 10000 کیلومتر اومده من یگان کس دعوت نکردم که بیام من تر زبر میکنم اگر که اومده باشه ای پیش خودت نتونسته باشم значит همون момент امکانیت نبوده است اگر تو نیازمندی این همین خیلی بعد خفا میشوند بگو برادر خیلی او حل نتونستی امکانیت هست من حاضر کمک کنی اینا من حاضر ترا بخیزم کمک کنم ای پس زنی همدیگر چی فایده میگیری میبخشی نه یزنمی نه یزنتم نه خیشی نه توارم با قدر الله من با قدر امکان قدر الله میبم کارخونه را تونستم کمک میکنم نتونستم значит امکان شرایط نیست منم کارم بسیار یا که شاید کسلی داشتم دیگه کنی همینجا چی بزنی تلگرامی باباجان 80 در تلگرام بدرو باباجان 88 بزنی 2600 یا 2700 подписчик دارم همینجا می افیر سیلکش همینجا پرستگیم با همون سیلکا بدروی بزن سایدینش اینجا میبردم فایزالدین خالمرادov در تلگرام بزن حاضر گفتم تو اگه جای تو دیکسونی ای جیگرش اکا سری در نم ایکنه موی سر نه سر در نمیکنه برادرو السلام علیکم برادر علیکم السلام و رحمت برادر تو
حاضر подписаться کردگی نیستم برادر تو باید فهمید دلوار دوست و برادر همین جواز در افیر بدرست صحبت کنیم چه مشکلی داریم ما تو را دعوت کرده سلام بدرست صحبت کنیم علیکم سلام زمزم را خوب هستی تنجی اون خطی اکای لنگری سلامت باشی شهباز موی سر کی میبره بینیم شروع شویم ما هم بریم بکنیم برای بچسبونی دیر نشده برادرو اینا ها ان شاء الله برمده است اولی زردک دوی خوشم پرن میبره این اوزیراش هم قایدیده در شهر سنت پتربورگ از همه جا هستن یو الله اکبر و جای همین شوربا الله هدایت کنه میگه با جای همین شوربا مقصد اخلاق مخری الله هدایتت کنه که من شوربا نخورده که من چای خورده شدم الله هدایتت کنه الله هدایتت کنه الله هدایتت کنه آخه بعد میگه شما که این خیلی او خیلی فایزدین خالمراد و نگاه که برادر عزیز شما تلگرام بدروی هم تلگرام پویس میشه بابا جان 88 بزنی همجا میبره 2600 اونجا بسیار میبره بسیار بانوی منوی کرگی آتش 2600 پادپیس یورو همه ایمنه بدرو آخرون هم سیلکا پس سیلکا بزن سایدین میشم کابوتا کابجا روز من اینجا قبول نمیکنم السلام علیکم بابا جان فکری شما بلند میشین السلام علیکم سوزا کا روبل با فکری شما بلند شده باشد سلامت باش بله بلند میشه برادر بابا جان من در پیترم برای دکومنت یگان آدم باشه برای اگزمین برادر جان پیتر نمیدونم امی گپت یک بار معنی داره میگه آتش باشه بابا جان برادر کی طرف فود سیتی میای یک مهمانی ان شاء الله میایم بابا مراد ان شاء الله آدرس مسکو در گیجو مترو نیکراسوف کی برادر حاجی فرضی از روسیه چند سوم نگاه کنیم ما 15 دکتر حاجی ریس داریم نه 15 هم $1200 $1400 ما حاجی فرضی اول نرخنامه‌اش نمیدونیم برای که همون دولت عربستان نرخنامه‌اش معین نکرده است خوب برادر با اون خاطر میتونید بدیل پر فقط حاجی چه میگن الله اکبر السلام علیکم السلام علیکم ابو جان علیکم السلام اکا خوب هستی تنجی الحمدلله و دعای شما اکا الله برکت شما نوشته سبده چه خیر بدرم نه اما خدمت فهم الحمدلله الله مشکل تو باش دست خراب ایجه او اکا جان چوک پاتین گرفته است دی او الان جای سری ساعت 10 داریم نسکی و چرا مودی دیدم که فرقه گفتم که چخ چخ نه الله مشکلی تو آسان کنه برادر اینجا هم بشناسد کو هیچ خیلی صراحه این چینام داره پاتنگیری قینه اصولا همین حال یعنی مثلا شخصی که اگزم این اگزم میشه گفتم دام صخره شخصان نمیدونن روسیه خیلی اگزم میگیرن بعد اکا مثلا همین روسی را اکا جان بدون خوب ایده ندونی خیلی عجب نمیدونستم من فهمیدم ندونستگی خیلی پلوچر میکنن همیشه بگو اوخ نمیدونم اکا درون در دل میدرونشون دیگه نمیدونم چی گپ میشه دا درون شما کجا ما خدم نواسیبیرسکی область اکا پاتن به اکسترا ساما مدام نواسیبیرسکی область حاضی میخوام که مسکوسکی область переделка میکنم переоформить چکنم مسکوسکی область بعد چی خیلی میگن ای جای کار داره تو الحمدلله جای کار است گفتن که برای پاتنت مسکوسکی область که بیاد چی میگن افیциальний که سومی پاتنت جای کار خودش پلاتید میکنه ده اگر افیциальний ایده 75 تا با подработка دور مقصد میشه با подработка میشه چی کار میکنی اگه خیلی یگان مرد بچه در یگان زپادلاش نیست اگه سکلاده همون توزگی همون دون نخواهی خیده بفهمم بعد همون سکلاد صبور نرفته یا 120,000 میتونه وقتی پد مسکو وجود میکنی اون سیل کارخونه‌اش میگن اونجا بهترین جای به خدا نه من فهمیدم بهترین جای خیلی تیپ کوالی افیциальный اونجا سوی پاتین اخچون میتونه نه سوی پاتین نمیتونه اونجا چکی پاتین هر ماه 7000 چرا ما میتونه و هر روز کاری 4000 بهترین خیلی نصیب کو پاتین پازچات نه همین هر نفری که دیگه کنه هر نفری که پاتنتی پد مسکو داره میتونه بدیل پر برای کار کنه اونجا
روزی کوری 4000 Литкарино. 7 ساعت وقت بگم. Литкарино. بله لیتکارینو Фаҳмо. Мегум اونجا инҷа باید бачаҳам ҳамеш бачаҳам سلام мешиносанд. Бисёр хата гиришон меки. سلام شو بگو سلام شو بگو Бачаҳои дуру ная дачка кардем амоз як хабаршон гирифтем. Ама мега ки ака бубуҷон доид мия хабар мегирем мега. Супер қатъи мия. الحمدلله هر ماه ده 2 بار 3 بار ما در گازیلو میبریم شو بعد گاه یک رکلامش میکنیم 2 ماه ده ما 1 بار 2 بار 3 بار میبریم شو بله در نیم آدمای محکم کدگی ها اوه. بله میبریم شو الحمدلله الله مشکلی تو آسان کنه برادران Бора الله مشکلی تو намондан آسان дуромаданӣ ҳам дар дар дабда намондан дуромаданӣ дистиам бачаҳо қатъиан майда да чизи ҳадис маълумат кардем шумо. بله الله هم امور بیاد کنه دیگه خوب خیر خدایماشا мушкилишона осон кунад бачаҳора. Та бидонан русиро бо хуб айда азоб намекашанд. Документошона сари вақт кунанд. Ҳамин законослужный боши. Чӣ мегӯянд законослужный боши, ягон кас кордор нест. Ҳамин мехапанад, ҳамин кормандои ҳаминҷа мехапанад. Вақта документот сар фоиз боша, хушрӯ қатиш муомила карда битони гап зада битони, ягон кас кордорот нест. بله بله бисёр байни хид монда ба худо чӣ мекунанд ака? Хеле мегӯянд дауд амерай ғамат метан, хелид мекунанд, хелид мекунанд. То ман баъдо чӣ мехидам надидам, бовар накардам. ҳамаи чиз 100% боша мегӯянд Москва да гашта наметонӣ. Ман барои ҳамин имина хестам Москва омадам ин Новосибирск ба худо. Корум 100% буд, ҳаман 100% буд. Гуфтанд Москва да гашта наметонӣ, хеле. Гуфтам ку як бор бурам ку чӣ гап айда ин Москва? Омадам ина як мошин алҳамдулилла ягон гап нест. Ҳамин қапат ҳамин ягон документот 100% гапзанӣ сод. Ҳамин гап зада битонӣ ҳимоят карда битонӣ чӣ дори чӣ надори документот нишон дода битонӣ ҳеч гап намезанад. الله هم ما رو به راست هدایت کنه الله هم ما رو به راست هدایت کنه سلامت باشه احتیاط باشه در جای باشه حضرت جان در حق ما دعا باشن وقتی بچه‌ها را نگه دعا باشه خب برادر جان خدا خیر دیه دعا باشه کردیم خدا خیر دیه خب این شخصای هستن که برادرها متاسفانه اگر کی ببینی شما هر کدومت که در همون اسکلاد صبور کار کردگی نیستی در کار دزدی نکن همون قانون رو که هیچ برای اوجه به حد انسانای خوب بسیار کار میکنن الحمدلله السلام علیکم و علیکم السلام اکبر جان خدا تنجی نازی اکن سلامتی خوبه گوش دارم اکا جان خوب است تنجی الله خیر تو تیر همین روز یک خدمت بود در همون نمروی 93 زنگ دادیم گفتن و نگفتن نه چی بود اکا جان من راست دپی تیرم وای بسیار بچه ها زنگ میزنن هر خیل با اون خاطر نه هر کس مقصد نموشه با من ابراد نمیپرد چی بود؟ راستیش ما همی گرانیت ایسینی چلیابینسکی اومدگیم حضرت یا بچه دیگه یا دور اومدگی بود هم چلیابینسکی میاد قطیزم گودکش پاسپورتی خچه گم بکنه زن و گودک شای ایلوچ کرد اگروی کرد یا سه روشید همی ایرپورت چلیابینسکی استودگی های مقصد دوزی ما گاسینسا دا استودگیم وای به پاسپورت یگون کور کردن اپونسته سای گفتم اگر همون را وقت باشه یک реклама мекардем ки ягон мошинои папутие ки боша ҳамура то Москва ра баран гуфтем айҷа паспортш мекунем ҳамин рӯз маслиҳат кардем иҷа то чен я моҳра паспорти заграмаш медодиям вай ай границаи Челябински медроя ай границаи Казохстон Челябински медроя паспортша гум мекуна чӣ таксие буд чизе буд ҳамаро пурсидем серӯшид нест ягон нест айда ҳамин ягон мошине бош ҳамон мошине ки ба Москва ра миёранаш ҳама чиян о ягон мошине ки бошад ба Москва ра ё ба Питера ҳамира ай Челябински мақсад ҳами сини ҳамуҷа бурдан дар кор ин дар Москва хай паспорт бистре када метавонад 3-4 рӯза када метавонад ҷа як моҳ гуфтесаиш посолствои Тоҷикистон як моҳ гуфтесаиш агар ягон одамои бош чанд сумаш гуфтаи содиан ака чира мақсад ҳамон мошиное ки миёранд чанд сумиш метиҳанд чанд сумиша мегиранд мошин наёфтем ҳамин ка мошин гуфтесем вой через приложение мақсад чиз кардесем вообще намекава мо ҳозир дар Челябинсем я 10 кас дар Челябинсем шумо дар уҷа чикор менед граница гузаштем ака баъд шумо чун намегарде бери абрадна
Москва мо соати 6 саат рейс дорем Москва обратно мерем вай бародар се рӯши дар аэропорт در самолет میره شما о мо через самолет пересказ мекунем ваям самолет қати омада буд зану кош қати паспортша гум кадай граница дур омадай обратно омадай паспортша гум кадагиай ана бовар кунӣ хеле шит кофтесем باز یک زمان زنگ زنم تبیست باز این من اکجان انشالله گرانی سر زنگ میزنم باز میفهمم یک گرانی سر حاجیان ما فقط رکلام میکنم باز انشالله اگر با یادت باشه یک وقت یک تاکسیست یک باید خونده بود خیر با یادتون هست در اینترنت فریده بودنش و در یوسف فریده بودنش خیلی چی شده بود همو اکرم همین روز بهت خدمت کرد مقصد دو بار هم گرانی طرف ای چلیابینسکی ایرپورت هم گرانی طرف 150 کیلومتر های همو اکر دو بار رفت خود نو اومد همین اکا درین ایرپورت های او دو روز چی در همین ایرپورت همین آدم دو روز چی زن و کودک شروعی کدک خودش پاسپورتش گم کده گرانی میروه پاسپورت گم میکنه نمیدونه در جو غلطی دیگه واقعا انا самолет через ягон чи рафтан метавона бояд питер брава ё москва ки ҳамин паспортша вастанавид кунад ягон мошин боша мошин қати мақсад мешавад ки брава باز یک جا میام انشالله 936 228 biraz ağızdan yapılma artıyor az درک کنم انشالله الو سلام علیکم و علیکم سلام گرانی سه قزاقستان های واکه جان بابا جان شدهش فهمیدم شکر شیف نشه اصلا در جای آزدی در کدام شهری من گرانی سه گشتم گرانی سه قزاقستان یا که چی چیلابینس یا که از اینکه در کجا بودی مشتکوه تو بودی نگاه که دوستم التماس در همون گروپ اعلان که همون سومشمون میتیم یا بچه‌ک در ایروپورت چیلیابینس مونده یعنی پس گذشته پریست که کرده خیلی میکنن که با سه سمالیات گشته اومده که چی کرده پاسپورت چگون کرده گودکوش خطی زنش بالا کرده روی کرد اومد به مسکو خودش در همونجا به پاسپورت پریده نمیمونم که بعد همه با ماشین آوردن در کوراکا چیلیابینس در ایروپورت چیلیابینس التماس هم یک درکش بیو سروش نده هم گروپ ها با همین رقم زنگ بزن التماس من در افیر مردم گوش کرده سودین خوب بله حرکت میکنم لیکن واسه چیلیابینس هیچ نمیره خوب ببین هاز پرس هم گروپ دا چیلیابینس کسی باشه من نامش پارتو بچه مسئله نه برادر زنگ زدم ان شاء الله در گرانیس قزاقستان گرانیس من همین بچه‌ها را ریکلام میکنم ببین اکجون از میفهمم ان شاء الله میگه التماس زنگ زن سروش نکجون خداوند صبر تو اکجون وازی اکجون شما با اترک ببروی دمی افیر بکو الله به معروف نه بنزین دور اول میگرده 100 کیلومتر دیگه میگرده چوا دیلت بسوزه заправкаш гич гама дора худованд пойлет я вай газ бензина газам боша газам брезиш бензинам боша бензина прышко баъд биё сумшам метин да ҳаму баки ҷои бензин дабараш чие газ дора ӯ вай баки метофтагиш дабари дистай дами дисти чапа бибин да ҳамҷа дадарини пакет мудагия ман да эфирм ҳо ҷа 500 нафар бародар мушкилишта ҳамҷам
بیا که خب برادر جون از ان شاء الله میبینم اون بچه‌ها گرانی سناز میبینن ان شاء الله میبینید در خب گاب نیست در همون دو باشی بهترین نشیده همی بچه را یک باید میکنیم. این نمره چند بده چه خیلی بده پارول تلفنی بچه باز بس نمره تو بگیرم هم تلفن خودش چند داره باز به نمره تو بگیرم باز میبره افیر دیگه شما یک شاید افیر ببره بعد شما را کجا میام برادر عزیز درباره سری خدم این رقماشو 904 604 85 70 اپا امینه بنویسم یا پلوس 7 904 604 85 70 در پیتر کازان اوفا دبی در خدی ازبکستان هم دارم همین یک کد شوی که نمره بچه که بنویسم گفتم پارول داره که نه او چند نمره تا بگو 902 اکان 902 044 044 60 60 بچه‌ها کدمه در همین چیلیابینسک بچه‌ها از برای خدا در همین ایروپورت بدون یگان شرایط التماس چیکار کنید بچه‌ها عزیز التماس رو میکنم خواهش میکنم بدروی این بچه را کمک کنید این بچه را یگان کس تاکسی داشته باشه من بچه‌ها را اینا گفتم ازی ان شاء الله در گروهش میام خوب برادرو اکاجو ما شما را زنگ زده استم اینا با فیلم نه اومد که خود بودیم ها منم خوب گاب نیست اکا روانی گابون چاوا اکا یگان بچه های دیگرم باشه یا اکا بود نام پیش ما اومده و دو بردینا گرانیت رفته اگر تون باشین در همین گرانیت یک وقت باید خونده بود که شب بخیر کانال پارت دیمش اوز کاتیمون بود همون ماشین همون کاتی میروا ایران این میگه اوخی من چیکو کنم میگم ما چیکو کنم میگه ناو در پیشمون بود خیلی گفتیم نمیدونیم اوخی خیلی زن گوداک شروعی کردن ایشوش انا ما گفتم اوز بیا بالا کنم اکی با وجود ده ولی انگاری ده اعلان کنیم ان شاء الله باید دمیا بالا کنیم ابدی بود نمره 93 ده زنگ زدیم و گرانیت زدیم که بچه‌ها نشه تو که ما در شهر چیلیابینسک بیاد در خانه ما بیسته بعد رویش میکنیم اوخی وای زن گوداک در اونجا گپ در خانه اینا مو راموز گاسنی سادیم خونه اونمو اکا بردگی ایشا ای پاسپورتش میگم بکنن اساس و یا مو گفته سایش یا مو همین خیر میگم خطیا به تو همین سینما اسکوار یا پیتر برام ان شاء الله میگم چیز میکنن پاسپورت میکنن میگم 900 پلوس 7 904 604 85 70 بچه‌ها برای موی سر چسبونی برادر من در پیترم گارانت اینا موی سر مو پریچوز که اینا کراساپ چکشم اکا جان شما رو من ابیراد میکنم با خب برادر خب باب نیست از رحمت خدا اکا سلام علیکم برادر کامل میخواد که بدوره برای موی سر یگان سوال و جواب داره ایش 70000 تا 140000 بیه بدیل پر موی سر بچسبونی دیگه من کال نگه التماس تمام کال با وجود کراساپ چی خلاص السلام علیکم سر بچسبونی دیگه من کال نگه التماس تمام کال با وجود کراساپ چی خلاص اکا جان تلفن پیش تا خاموش که گوش دارم سلام علیکم علیکم سلام و رحمت الله چطور که خوشن سازی اکا شکر اکا جان خوب است تنجه داگی جوش مو خود بگوان جایم چانسم بده اکا این موی سر موندن موی سر چسبونی اکا جان ای 70000 سر میشه تو 140000 تا کدام شهر شما از نوع من گپ بزنی با شما رو اسکیت کم 20000 اسکیت تو میکنم ما دگلان جایم اکا گالندیا بچوز ای خدی اروپا باید بیان ایچ سمیشنو خاندوار میتوا ای اروپا 4 نفر نه تو بکنم 3 نفر نوشتگیان فهمیدی برادر 904 604 85 70 بنویس سمیر وای همونجا از بعد همونجا بیان من امریکا میام میدونم ای اروپا میان قبولش میکنم میارم موهای سرشو میچسبونم رویش میکنم میرم سازه ای گپ نیست اینه که خدمت کردی برای مردم واگو باشه گپ نیست اینه که عصباتم اوهانی بدایده این چیزو مینویسم باور که اخلاقی حسبنا الله و نعم الوکیل الله بسنده است این رای خدا آسون است خدمت کردن در وطن در ملت شما خیلی قارت میکنه مال اکا جان پناهتون به خدا دعا کن 904 604 85 70 امینه 904 604
85 70. خداوند خیرت اکاجون شما هم کله یا کی کلم برم خونه را فروختی من نمیدونم اون خونه‌ای که من رکلام میکنم برادرم زنگ بزنی برادرو بساله موی سر یم تری باباجون красав چکشه آدمای کلا در نظر دارم سری کلمه یاد داشتی اینم خیلی خوشروک شه برادرو از این رقم را می‌نویسیم 904 604 85 70 این در کجا هست در سنت پترزبورگ این هست در همین جام در خدی مسکو کازان اوفا در دبی و در ازبکستان جاهاشونن نامرشو یا نمره نیکی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اکا سوال خوبی هست. سلامتت خوب؟ شکر اکا خوب هستی یک سوال دارم بابا جان. لا با اکا مقصد هیچ نمو 5 نفره ما خود گرین اول پوز را حرمت و عزت میکنیم. بله رحمت یک ویدیو راستی دیدم همون ویدیو تا خیلی با خودت بگو همین چی معنی داره همین گپای تو؟ کدام ویدیو چه برادر عزیز آقا ایرا بیشتر میگو در ویدیو ما خدم دوز ما خدم حرامخور همین گپا چی در کوره؟ بهترین سوال دادی گوش کن سوالا را پی تب میریم تو همدیگه را بفهمیم خوب نگاه جان شیرین برای که من اوجا من گفتگی خدمت نیستم یعنی که در همین ویدیوهایی که میبینی باید در افیر شیدگیان مثل همه یکی گفتم نورا چیکار مینی پول پارتو توگری یا جاکش شما را میفهمونم یک شب تا ساعت 6 سحر من خواب نکرده یک خواهر امجا شکاف بدی دادی ندادی خواهر امجا شکاف بود دبر شنوندم همون دختره همون خواهر شنوندم خوب تا ساعت 6 سره والله خواب نکرده همون خواهر چیکار کرده من سوم جمع کردم 630,000 تای 580 یا 90,000 جمع شده بود در افیر شوخی نیست ای سوم جمع کنم پروینا آخر ساندی ما همین بچهای التماس حرکت کنه اینم خیلی کامنتاری بعد می نویسن همین یک تاش همینجا نویس که بابا جون در رود نور نمونده گفتم آخر ساندی گفتم نور چیکار میکنی تو سوم پارتو کاری خواهر مقصد بچوا من همونجا با هم که گفتگیم افیر ده هست ای بدبختو گرفتن همون مومنت بریدن ده همو برای استفاده بری بدنامی من همو جرم دارم مسئله نورا چیکار کنی سوما پارتو فهمونده تو نیستم مسئله که دز من ماشینی که خیلی یک افیر دیگه هم خیلی بود ات دز ایتر گفتم مایلش اینا من دز من حرام خور من جزیر اینا من افلوس تو چیکار می‌کنی همین در آدم افلوس چی می‌داره تماشا می‌کنی برو نو بچه گفتم ایدمی کورشه برای حلال تماشا این همین قگا بود با همونجا شم بریدن همونجا موندن یا ایت هم بلاگر رو کرده سوزیان اما من اما یک گپ دیگه میگم الله لعنت کنه دزده خیانتکار حق یتیم خره حق معیوب خره حق مسجد خره حق پلی کولی خره الله لعنت کنه اگر من خورده باشم یا فرزندای من خورده باشن اما الله لعنت کنه تهمت چیه چوی جوش نمیبرم بمونن ایت برای چیزای در تاریخ چونه چیزای در تاریخ چونه وایو برادرو میبرن میمونن ما مقصد خیر ما کمتر باشد مقصد تشکیری هم دیگر داریم نو просто همین دوره مسجد کل مال همتری ما یگون بود خودت پریتیز نداشتم با خیلی هم خیلی ویدیو را دیدم افتاد بچه یگون کس سوختگی گفتم یا نه ما فهمونده تو نیستم مثل همه یکی لنگری وقتی لنگری در اسم در افیرش اسم شریف از دانش حقارت میکنه همونجا من قطعیش میگم لنگری بس که اگه اکی بابا جون من آرام نکو اکی بابا جون بیست من حقارتش میگم هر وقتی بابا جون میگه اسم شریف زن تفعال میکنم حقارت میکنم ای حقارت وای من دستگیریش نمیکنم اما خواهی حقارت کرده بود ایش هم حقارت کرد همونجا اسم شریف میگیره هم ویدیو را بابا جون زن تایید کنه همه را با مونتاژ میکنه همیشه مونتاژ بود والله بالله اکا جون این همین قدره گام نتاکه وجود همه خداوند هدایت کنه و همین خیلی کرونا پروردگار هم ما را برای راه هدایت کنه ما مسلمانیم توجیه باید ما یه مثلی کاغنی کاغده هم که سرجم شویم که حاضر اوروسان در بالای سری توجیک مهاجر مشکلی کرده شده تمام ملت حاضر همین توجیک پس داده باید ما کاغنی کاغده باید سرجم شویم مقصد من همین برادر همه کدام مقصد دوم میکنیم که همین شریف کام خداوند هدایت کنه و همین جنگ و جنگل شب کنه آمین آمین برادر خیال منم با سوال و جواب تو نیستم اکا جان خانه شدی همش مقصد فهمیدم تمام باشه رحمت باره کی میفهمه انا مرد بچه‌ش یگون سوال نمیفهمه بچه برادر عزیز بدروی رنگ همین برادر همینجا چیکار کنی سوال تی جواب تو بگیری خواهش میکنم
چیم اوجا نوشتن بدبختی و هر چی نوشتن نمیدونه لوبوی سوال شما را در این افیر ما جواب میتیم لوبوی سوال تو ان شاء الله جواب میتیم خب بچه‌ها برای موی سر گفته بچه‌ها بخش که در حالت برادر من گپش نبریدیم اینا نمروش در پایل موندگی ای 904 604 85 70 موی سر یا ای 70000 تا 140000 از نام من گپ زده 20000 ارزان تو میتونم بیای موی سر بچسبونه خدمت شرایط داره مثلا خودتون کراساف چکنی یگونه در موی سر شما پریتنز میکنن یعنی زنها یعنی که زنها پریتنز میکنن یعنی اویلهامو البته رشک میکنن خشون میشه با ایسوسه نه ان شاء الله همه نره همه خوب است برادر همین مردک باید یه زن داشته باشن حرکت کنی خوب با هم خاطر الله همه ما را برای راست هدایت کنه یکمش دیمش که برادر خدمت که حج عمره میگه حج فرضی سوال میتی هر نفری که حجامه باباجان 88 باباجان 88 حجامه میبیا فیت باش کش میکنیم دوش میکنه مساج میکنه حجامش میکنیم بانک مانکش ایخمو 2500 روبل چی زن باشه چین مرد نامش و نمره تلفنش شما دیگه جان شما دیگه بخشش نامش و نمره تلفنش نوشته میشه با طرز قرعه‌کشی نامش غلطید از حسابی فایده کارخونه باباجان 88 حج عمره حج فرضی روان کرده میشه حج فرضی ان شاء الله با هم خاطر بره مسئله حج هر چه نوانه میدیم ما پونزدهم دکتبر رسیدیم حج عمره هست سلام علیکم علیکم السلام اکا چه برادر گوش دارم اکا جان کارو بودم مسعود الحمدلله اکا جان خوب هستی اینجا بسیار سوال کنم اکا بابا جان گوش دارم برادر جان در جای کمتر دورتر آواز چرخ درست خدا دوستم همون ویدیو رو خاموش کردم دامو یا کانال بسازی که اونجا برادر سیدی میگه تا خیلی اون پول خوار رو برادر جان خواهش می‌کنم سوال تا جواب میتیم کم اکک از همون تریزای دازیت سه شخص دولا کم اکک دورتر سوال تا پراتر بتی تا من مردم فهمم میگه گفتم در ویدیو خاموش کردم یا کانال میگه که تا میگه پول خوار تو البته نمیده همین رو هم فهمیدم پلی معیوبی برادر تجر میگه یا اوه پلی معیوبی برادر اصلا آواز جواب آواز سبکشتم جواب همه برادرها مثل که در همین اسم شریف من برمدگیم در افیرش گپ زدگیم یا که در ایوب یوریس در همین برادر تجرم او وقت من بلاگر نبودم ببینه در افیر من ایته گپ زده شدم من در وای برمدم وای در جمله ماشین گفت پلی هم ایوب خورد من نخوردم در مظفر برادر تجرم سوم نخورده بود اما همون معیوب که ما سوم جمع کردیم برادر تجر از همون سومی همه 10000 گریف یا معیوب دیگر یاردم کرد من پریتنز کردم که آخه همون معیوبه که دیمش هسته ای سومی ایه بویک دور خودش ویدیو کنه اما چیکار کنید ده همه بتیش ده همون سومی معیوبه که ویدیو کرده ده همون معیوب خودش برای دیگه کس نداره گفت مادر معیوب راضیه مادر معیوب زنگ زنگ گفت اکای جگم نداره بتیش 10000ش دادیم بعد یک سه چهار دیگه جمع سوم جمع شد که بعد 10000 دیگه با هم خیلی جمع شد با تلفن کرد که 10000 که هم معیوب دیگه را بعد گفتم که آخه شما برای این معیوب سوم جمع کرده برای چه دیگه کس میتیم ده همون کار بچه یاش بودم 25 ساله 23 ساله بودم من خیلی بدم نمیدونم این سال این کار 2017 شده بود الله اعلم یا کی نمیدونم همین بچه چند ساله بودم وقت 28 بودم 27 بودم خلاصه که زنگ میزنم ده هم کار زنه یعنی که مادری همون معیوبه میبینم ایدرنی سلام شروع کردگی میبرم مادری معیوبه که نیازمنده من حیران شدم گفتم که وای سومای دختر تا یک کس دیگه را بتیا تو سلام با سلام بگردی او دختر کی یاردم میکنه بعد نشید او زنک حقارت کردم قطعی او زنک من پریپیسکا میکردم من در گودک دور گفتم من نگیرم با هم معیوبیت چه به این درجه رو بود او گفتم که با او زنک حقارت شب کردم گفتم فلان و فلان خیلی چی حقارتش نکردم من بچه یوش حقارت کردم گفتم که میبخشید نه تو سوما میبینید دیگه نه برادر تیجی بعد گرفتم برادر تیجرم در 4 نمیدونم مادر معیوب مقصدی من همین بود بچه یوش بی عقل منم سوما بگیرم برام دست معیوب خودش بدیم که ده همین بین ما اونجا 3 نفر بودیم چچنی رو رد کرده بودیم لیچ نه من بردن محکم کردن ده همین حالت وقت بلاگری و مانتاژ شانتاژ من نمیفهمیدم برادر تیجه میخزم میگه 1 میلیون دزدید 100 میلیون دزدید گرفت همین ویدیو کردن گرفت بعد ایو صبر اومدم گفتم که برادر من نبودم محکم بودم همون 9600 روبل بیا 10000 9400 روبل یا 600 روبل همین بعد همه 400 روبل و 600 روبل دروش 10000 کردم با هم کسلی روی کردم گفتم برادر دفشه بسیار نیازمندم من پسشو نمیزنم ندارن هیچی
مراجعت منی خواهش منی چند کس حقارت منی صاحب سوم شید دیگه گبزنی شون دیگه میشه این کار کسی میفهمه که در این راه هست و میکنن به هم خاطر الله لعنت کنه کسی که سوم معیوب خورده ای برادر دیگه و دیگر جواب گرفته تونستی اکا جان تا بعد میشه یا گپ دیگه در همین اینترنت برآمده همین گپ همه چیز گفت در هم اجاره کام است که نور تو میکنیم نور سیگار کنیم تو در همین خودی همین سوال هم برادر پیش اخیر جواب گفتم نگاه که گفتم بگم من حاضر گفتم که یک افیر یک نه من 500 قریب 600 هزار شده است بود من خرسان بودم اوج کاری خواهری در برم گریه کردم اینجا شکاف بود خواهر اپراتش کردم بردم ویدیو چپار گفتم هم ای خرساندی ما گفتم ای گفت چی گفت بابا جان در نورم گفتم نور چیکار می پلا برد یعنی که یا خدمت که یا خدمت کردن درچ مقصد ای بود اما قنچخو گرفتن هم مامنتوش بریده چون شانتاژ مانتاژ کرده تاش اسم تریبه تاش ایوب پایوبه که من خلاص این خیلی برادر ما نه کردم میگم اینجا گناه من میریزه نه با تو یوش مو نمیفهمم خب نور تو میتونی پانتون میگی هم تا بزنی اوکی مقصد اگه فی من در اینجا ای به تو خط دام جشته نوری من تماشا داره بگی کاری فخره بد که برا با خاطر خب بچا قنات دادم الله ما رو هدایت کنه دعا باشه السلام علیکم السلام علیکم برادران خوب مسئله برادر عزیز مسئله با چی بود اینجا مسئله ام برادر برای موی سر چی سوال داد یعنی کی موی سر برادر رقم در پایین نوشتگی ای میتونی با دیل پر زنگ بزنی از نومی با جون 88 صحبت کنی ایوب شرینه رای کی بود اسم شریف شرینه رای برادر تجی شرینه رای همه شرینه رای اهمیت نتی همون برادرین پروردگار همه ما را هدایت کنه هر نفرت که مرد هستی بدون اینجا صحبت کنی مسئله پاسپورت ببین برادر پاسپورت نمیگم بچه کی هست اینجا نمرش زنگ بزن تلفنش بگیر ای برو کار نکنی خوب برادر عزیز حاجی جان التماس حاضی همین اکر بگو حاضی یک خدمت کردن در کل یک عائله به جای مونده خدمت کرده میتونه همین بچه تو نه این همین بچه التماس برسون شه او بچه برمد رفت برادر همه کسا خوش اومدید موی سر در کجا میکنی برادر در شهر سنت پترزبورگ حاضر من در همین جمع کدمت که میخوای موی سر تا بچسبونی با باوری بیای پیش من زنگ بزنی که کافه این اسماعیلی تاجیک بیای یا که یک پلاو هاوس بیای معروف من بگیرم برام موی سر تو رو بچسبونم برادر با نرخ ارزون گارانتیش قطعی برادر با چی بگم آجی چی با جواب نمیتی اسپه نکرستم خلیلیک بوبی میکن چی نویسگی نریخته حاجی نه موی سر نمیرزه این بوجه برماده است تمام بابا 3 سال شد در روسیه هم فقط خوبی کردم دوستم ده فقط بدی دیدم حسبنا الله و نعم الوکیل بگو الله ما را بسنده است بگو بد کردن روز قیامت بد میبینن تشویش نشه برای که اینجا حقارت میکنم من چون نمیگم بسیار شکی روز قیامت همه ای اجر ثواب میشه او برای که الله خودش وعده ده الله دعا چی میگن دروغ نمیگه میگه در کتفی چپ و راست من ملائکه است می نویسم بعد گفت بابا جان خیالش من نمیبینم پس اکران البته اما الله من ملائکه نوشته است او کامنتری اکاش روز قیامت اجرشون من میگیرم ان شاء الله دندون ان شاء الله میچسبونم برادر به هموی سرم برویا همش در و زور میبیا این دست فیش می دهن میدره سلام علیکم شیخ علیکم السلام برادر بخش کلمه تصور تا جواب گفتن نتونستم بخش زیاد السلام علیکم خوش اومدید امینه خواهر من در شهر سنت پترزبورگ میخوام خواهر جان من شما را ببینم برای که شما مدیریتری منی پگاه روز یک گپ خبر میشه و یک پرابلم میشه میگه مدیریتری که بود من همین مدیریترای من بسیارن اما بسیارش نمیشناسم در بسیاری همیاره در حالتی یگون کس از بار افیر میکنم میمونم شو میخوام این سمیر هر یک شخصی هسته بشناسم تو برای خفا نشه یا خلاش مدیریتر دمش میمونم شاید همین مدیریتر در طرف خوینو باشه در یگون جای دیگه باشه من دبالو میزنم با اون خاطر میخوام هر من مدیریتر همینجا موندگیم به خاطر خدا خدمت کرده خدمتی بهترین میکنه اما من بدونم مدیریترم که برای یک سوال امیر میفهمونده امی پاتنت ما ماه اوگوست تمام میشه خانه رویم یک ماه
پس بیایم پاتنت کرده میشه باشه. بله میشوه پاتنت کرده میشوه، اما به خاطر اونه که خوبتر رفتی اومده اوس پاتنت تازه کو. حاجی در نرخ 70,000 اینو میتو چسبون ارزان میشه میسر 70,000 باشه نرخش، اگر که مقصد این قاق باشه ای 70,000 سر میشوه، یا که نه قاق باشه 20,000 هم میکنن 30,000 هم میکنن، اما آدمای کلی بسیار ای 70,000 سر میشه. اکی بابا جان مرم در امی پیترم بیای همین چایخونه اسماعیل تاجیک برادر سمیر بیایم جا بر هم با بخوریم کی هستیم چی هستیم. خوب برادرو من خواهش میکنم با دقت گوش کنی. 20 minut بعد ویدیوی اساسی ما میبراید برادری تاجیکی مون دودرکی خردسالی 9 ساله ما را الحمدلله دعوت کرد کمپانی و شرکتی بارسلونا، یعنی مسی بازی میکنه. این شوخی نیست. میبینید دودرک 7 ساله ما در شهر کازان میروه اشتراک میکنه، از اروپا میان. یک فخری ملت است. همون دودرچه را چیکار میکنن؟ همون کماند میبینن دعوتنامه ها ویزاش اکی هستن شرکت زمزم داووداو داره ویزاش اساس کنه. ان شاء الله میگیریم دودرک اروپا روی میکنیم ان شاء الله بازی میکنه. محمد یوسف کانالش محمد یوسف هست، بعد سیلکا میمونمش بدروی ببینه. همون دودرک یعنی کماند بارسلونا مثل که یک رستم یتیم بازی کرده در آسیا نام ملت برداشته است همچون وراتاریست. این دودرک همچون نپدایشی میگیرن دیگه دولتو بارسلونا و کماندهای بزرگ میبرن. خوب برادرو ان شاء الله اکای سمیر جون فهمیدید؟ و همون خاطر برادر بدیل خود بدیل پر دو التماس همون نوارا دیدی دستگیری کنید تو هم دودرچه را بسیار آدما بشناسن. من هر یک آدمای موفق شخصایی که پیشروی بیزنس و دکتر و پروفسور را یک برنامه تشکیل کردیم. گپ امروز یعنی در کانال بابا جان 88 هم دودرچه را دعوت کردیم. ای شهر طولا کلوگا اومد مقصد به حد زحمت کشیده شده. ان شاء الله دودرچه را دستگیری کنه به خاطر خدا کدمت اسپانسوری با مقصد سوندوری همین دودرچه را دستگیری کنه بدوره. بعد کانالش پادپیسات کنه. من کانالش در اپیسانی میمونم 20 minut بعد ویدیوش میبره برادرو 15 minut بعد بشه. خوب این بچه‌ها که حرکت میکنیم چرا بینسا با قدر امکان دستگیری کنیم. سلام علیکم دوستان خوبی کارو سوزن امی بچه اروپا بدگی 3 نفر تماشا داریم زنده باشین برادر. سلامت باشید بچهای اروپا. انتظار شما برادر کی اومدنی به من قبول تو میکنم ان شاء الله جو باجو می مورا پرسید کی در کدام شهر این شما؟ پدر محمد یوسف من حاضرش در شهر سنت پترزبورگ برادر در شهر سنت پترزبورگ. این همین شرکت رکلام آمدم شرکتی که موی سر میچسبونه نمرش در پایین نوشته 904 604 85 70. خوب خوب برادر با هم خاطر به این همینجا موی سر در مسکو دبی کازان در اوفا در ازبکستان در همه شهر داره. در مسکو مترو نیکراسوفکا ایدسون بابا جان همه شهرش یا نمبر داره. این نمبر 904 604 85 70 جواب نگو در اس ام اس بنویسه. رحمت خدا ان شاء الله اون پگا با من ای آفیسو گام میزنم. رحمت برای دستگیری تو التماس ویدیو محمد یوسف برمد به خاطر خدا به خاطر ملت به خاطر خرسندی هم دودرک دستگیری کنه بگن که هم ملت ما من دستگیری میکنم با بیشترک و بیشترک برام. خب سمیر بابا جان خاطر ما پیوست کن. فایزدین خالمرادوف بدرو شما اینجا پیوست شه. الله خیرتون تیا رحمت برای دستگیریتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر چی کردیم به خاطر خدا و خاطر ملت و به خاطر مردم تاجیک هستیم. بچهای اوفا همه ملت در گجای باشه سربلند باشه. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نمره همین یا در چی می نویسم با در کامنت در کامنتر میمونم نمره همین شرکت مختصاً. السلام علیکم بچه‌ها. محمد یوسف نوارش میبره التماس دستگیرش کنید. سلام علیکم.